و از بس که عید قربانم البته نزدیک شده ایستاده است، ما خواستیم که تا عید قربان درباره حیات حضرت ابراهیم و تولد حضرت ابراهیم و قربانی فرزند او و شما صحبت کنیم و انشاءالله زنده و سلامت باشیم. این وظیفه خود را حل میکنیم و شما البته صحبت میکنیم. امروز باشد تولد حضرت ابراهیم را برای شما حکایه میکنم که حضرت ابراهیم کی بود و چگونه حیات خود سپری کردند. پیش از صحبت میخواهم یک 4 مصرع از غزلیات حضرت جنونی به شما میرسانم، زیرا که این 4 غزلم 4 مصرع غزل خاصه حضرت ابراهیم هم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به دوستان خدا در دهر 100 دشمن شود پیدا، به دوستان خدا در دهر 100 دشمن شود پیدا، به هر رهرو در این راه از کمین رهزن شود پیدا، به هر کس از گمانی نیک بر سر دست می مالم، به دستم از کلاهی نخوتش سوزن شود پیدا. خدا رحمت و مغفرت کند حضرت جنونی را که بسیار یک مصرع‌های خیلی پرمضمونی برای ما و شما ایجاد کردند. میگوید به دوستان خدا در دهر 100 دشمن شود پیدا. هر کجایی که دوست خداست، هر کجایی که زحمت کننده در راه اسلام است، در راه قرآن است، البته دشمنهای خیلی زیاد را در اطراف خود دارند. هر